قلبها در اختیار کیست؟ آقا دلو باید بدی به صاحب دلت، او پاک بکنه دلو. تو نمیتونی، تو این کاره نیستی عزیز من، تو قدرت بر قلب خودت نداری. اون امامی که قدرت بر قلب تو داره، او میتونه این کار رو بکنه. بله جناب آخوند، دل را باید بدهی به صاحب دل که الله متعال است. او که دلها در قبضه اوست و اوست که دلها را پاک می سازد، نه امام زمان خیالی شما. آخوندهای رافضی برای دور ساختن مردم از توحید و عبادت الله متعال به یگانگی، از امام زمان خیالی خود خدایی جدید ساختند. این عده هرچند آشکارا این موجود خیالی را خدا ندانستند، اما در عمل با اعطای صفاتی که مختص الله متعال است، به این موجود خیالی او را هم ردیف الله متعال قرار داده اند. خلق کردن بندگان، شفای بیماران، فریادرسی درماندگان، عالم بودن به غیب و حاضر و ناظر بودن بر اعمال، تنها برخی از صفاتی است که به این غایب همیشه غایب نسبت می دهند. تسلط بر قلبهای بندگان نیز یکی دیگر از صفات مختص الله متعال است که آخوندهای رافضی آن را به امام زمان خیالیشان هدیه دادند. آیات زیادی از قرآن کریم بیان کننده این مطلب است که اختیار قلبها به دست الله متعال است و اوست که قلبهای مؤمنین را پاک و قلبهای کفار و منافقین را سیاه می سازد. الله متعال می فرماید: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ای مؤمنان، هنگامی که الله و پیامبرش شما را به چیزی فراخواندند که حیات بخش شماست، اجابت کنید و بدانید که الله میان آدمی و قلبش حایل می شود و بدانید که همه شما به سوی او برانگیخته خواهید شد. پس فقط و فقط الله متعال است که بین انسان و قلبش واقع می گردد و دلها تنها در اختیار اوست و نه هیچ ذات دیگری. و نیز می فرماید: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. بگو، به من بگویید، اگر الله گوش و چشمهایتان را بگیرد و بر دلهایتان مهر بزند، آیا معبودی غیر از الله هست که آن را برای شما باز آورد؟ بنگر که چگونه به شیوه های مختلف دلایل را بیان می داریم، سپس آنان روی می گردانند. این آیه نیز اشاره دارد که دلها در اختیار الله متعال است و اگر بخواهد بر دل شخصی مهر بزند، هیچ کسی اختیار پاک کردن آن را ندارد. و همچنین می‌فرماید: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. و هر کس که الله بخواهد او را به فتنه مبتلا کند، نمیتوانی کاری برایش انجام بدهی. ایشان کسانی اند که الله نمیخواهد دلهایشان را پاک بگرداند. بهره ایشان در دنیا خواری و رسوایی است و برای آنان در آخرت عذابی بزرگ است. یعنی پاک نمودن دلها به دست الله متعال است که دلهای مؤمنین را پاک می‌گرداند و دلهای منافقین و یهود را
ناپاک رها می کند. و حتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که افضل و برتر تمام عالم است، چنین صفتی را در اختیار نداشتند و نمی توانستند بر قلب کسانی که علاقمند به هدایت آنان بودند تأثیر بگذارند. الله متعال در این باره خطاب به پیامبرمان فرمود: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ای پیامبر، تو نمی توانی کسی را که دوست داری هدایت کنی، بلکه الله هر کس را که بخواهد هدایت می کند و او به هدایت شدگان داناتر است.